حمله اخیر به کراکو سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج امریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن دهها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. این رسانه ها همچنان میگویند که 12 حمله انتحاری بزرگ در افغانستان را داعشی های تاجیک تبار انجام دادند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند. در پیوند به این ما کارشناس مسائل اکستریمیسم و تروریسم دینشناس رستم عزیزی را دعوت کرده ایم که روی این که آیا واقعا شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی رو به افزایش دارد، اگر این طور است چرا و چی عامل ها در آن نقش دارند صحبت کنیم. رستم عزیزی خوش آمدید به استودیوی آزادی. حمله تروریستی به تالار کراکو سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند ظاهرا جامعه را به 2 گروه جدا کرد. بخش باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر دارید؟ خب سر اول میخواستیم بگیم اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین رو بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله اینکه این عملیات از جانب داعش خراسان و داعش خراسان صادر شد بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوالهای زیادی را پیدا می کند که این سوالها بیشتر از پاسخها هستند و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عامل پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه به قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی داعش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت طبیعی است که کاربران و عموما جامعه به طور عموم توان اندیشه گوناگون داشته باشد و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند یا مظنون هستند و از روی اصلی براعت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برآوری کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و عموما کاربران تاجیک نیست علاقه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه ناراضی هستند و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر به این چالش یک موقع معین ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمود افراط هست و گروه دوم خواسته که آنها را بیگناه کند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای هر دو فرضیه. شما خب کارشناس حرفه‌ای این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین
با افرادی بازداشت شده ای که مثلا از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانده شدن، با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری به اصطلاح داعشی ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله داعش شباهت هایی دارند؟ ببینید، من نمیتونم حالا از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه است بگم، ولی ظاهرا اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون داعشی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان، نه یک نمود باوری به اندیشه خود ظاهر کردند و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، آنها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند، با یک نمودی وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامera که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی و گمان هست، برای خاطری که ظاهرا اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقتی نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ به افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند. یعنی شما میخواهید گفتن که اینها استفاده شدن؟ بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمود عملیات تروریستی و عموما سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در رهبریت، کسی هست رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدن در اینجا و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطح پست داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا آنها رو مثلا مسلح کردن و اون تهیه‌ریزی کردن، یعنی تهیه‌ریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند، چون نه سوابقش دارند، نه از اون چیزایی که ظاهرا معلوم است ظرفیت امکان این کارها رو انجام دادن هم ندارند. حمید، واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف داعش زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادند؟ بله، متاسفانه این امور رسمی هم هست و چون که شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا عموما سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها، افراد تصمیم گیرنده نیستند، استراتژی ها و این برنامه‌ریزی و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند. خب این ایده های طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این ایده های بزرگی است. بله و این ایده ها خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر
توجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یکی عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان به مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این رو نه به طور این آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود رو بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت یا مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخوردهای ایدئولوژی رو زیاد کرد. و عامل دوم این است که اکنون طالب باید برای خاطر منافع خود کوشش کند که هم برای جامعه جهانی و هم برای تاجیکستان که در اینجا گویا که با او رد و بدل شد ثابت کند که بله هرچند که ما به اصطلاح بچه‌های خوب نیستیم، ولی بچه‌های هستن که از ما بدترن و اگر خواستید که با اون بچه‌های بدتر برخورد داشته باشید حتما باید با ما یک گفتگوی داشته باشید، در یک سطح گفتگو داشته باشید. و دوم این است که این ادعای هست که تاجیکستان خود تا یک اندازه در مقاومت با این تهدیدگوی ناکام هست و از این رو شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شنونده ما در وظیفه‌های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسانان تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه‌ای که در اونجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه‌های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه‌ای بود که زیر کنترل طالبان هستند و اگر هم مثلا نمیگم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد. خب یعنی خلاصه صحبت‌های شما این است که طالبان این اظهارات طالبان یک عقده‌ای است. بله. اما در واقع شهروندان زیاد تاجیکستان در افغانستان هستند که اینا خب آمار رسمی مقامات تاجیکستان ما اینجا در برابر پوشش اطلاعاتی مسئله صحبت کردیم. یعنی ببینید در این عملیات نه تنها تاجیکان و تاجیکستانیان شرکت میکنند، یعنی مثلا این روز 28 ماه جاری یک شهروند یک ازبک تباری که شهروند روسیه هم داشت در یک عملیات در افغانستان شرکت کرد، ولی این مسئله زیاد پوشش اطلاعی یا رسانه‌ای نشد. ولی اگر همینجا مثلا یگان تاجیکستانی میشد پوشش اطلاعاتی اون با مراتب بیشتر بود. فکر چرا بزرگنمایی میکنن حضور تاجیکا را؟ خب یگان ما چون بازی‌ها پشت پرده هست. دو چیز هست، چون که من ذکر کردم یکم اون موقع بسیار قاطعانه تاجیکستان است که باید به هر حال جامعه جهانی امروز متاسفانه طالبان رو همچون واقعیت پذیرفت. این رو باید اعتراف کنیم. خوششان میآید نمیآید ولی همچون واقعیت پذیرفت و در اینجا آنها هم عقده‌ای هستند که گویا که چگونه میشود که یک کشوری که نسبتاً قدرت کمتر دارد، نسبتاً کوچک است ولی چنین موقع قاطعانه دارد و ما که این همه شعار پرتا بودیم و ما که این همه حامی حقوق بشر بودیم و ما که این همه مثلا مسئولی چیزهای ارزش‌های دموکراتیک و انسانی بودیم، امروز نمیتوانیم مثلا چنین سرها رو بلند کنیم. این هم یک نکته در همین اظهارات طالبان که با بزرگترین کشوری تولید کننده تفکر داعشی تبدیل شده است بسیار گپی کلان است. من میخواستم سوال کنم که آیا افراطیت این گروه ها پیوستنی در تاجیکستان پایگاه و جایگاهی دارند؟ خب مثلا از اینجا که مثلا پروازگیری شود و اینا تیار شون و آماده شون و فرستاده شون. بله ببینید ما سابقه که داریم ثابت میکند که واقعا هم ریشه ها و پایگاهی همه گونه اندیشه های مثلا افراطی اسلامگرایانه در ما وجود داشت و امروز هم تا اندازه وجود دارد در داخل. بله چون ما بیشتر کوشش بکنیم در فضای اطلاعاتی بگیم که این همه روند در مهاجرت صورت میگیرد، ولی چنین نیست. ما میبینیم که خیلی از افرادی هستند که از داخل کشور چی شدن
در این گروه ها جلب شدن، پیوستن و اصلا در خارج هم سفر نکردن. در بین ها افرادی هم تحصیل کرده بود، هم گوناگون. برای همین هم میگم در این مسئله افراطی شوی هم در داخل هم در خارج تقریبا برابر است یا به اندازه زیاد فرق نمیکند. خب چند از افرادی خیلی سطح بالای به اصطلاح داعشی که مثلا از حساب جنگاوران داعشی و از حساب مبلغان که مثلا ذکر شدن به مثل سرهنگ سابق گلمان حلیمی یا به اصطلاح ابو خالد یا ابو اسامه، خب اینها با مهاجرت و به چیز کاری نداشتن، به اصطلاح بگیم افراطی شوی آنها و همه چیز و بسیج آنها در همین داخل تاجیکستان صورت گرفت. ولی امروز ها این چیز کمتر هست. چرا؟ تاکتیک جلب مثلا یا بسیج سازی داعش تغییر یافت. ببینید در سالهای قبلی مثلا سالهای 2011 12 13 تا 15 تقریبا آنها نیاز به جنگیان زیاد داشتن، چون جنگی مستقیم داشتن در سوریه و عراق و برای آنها به اصطلاح ارتش لازم بود، مقدار زیادی لازم بود و آنها مثلا حضور نظامی داشتن. این البته تاکتیک آنها دیگر بود. ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خاورمیانه بود نیستند. آنها امکاناتی و نیازی جنگی مثلا میدانی زیاد ندارند. از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای آنها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند. بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در آنجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند و اونها مثلا برنامه های مثلا و نقشه های این سازمان ها رو عملی کنند. از این رو از سال 2019 به بعد موافق هم ارزیابی کارشناسان و هم موافق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است. و چون در مثلا روسیه یا در کشورهای اروپا حتما شهروندان ما هستند و برای این گروه های افراطی از اونی که افراطی ها و انتحاریان رو انتقال دهند از افغانستان یا کشور دیگر به اروپا، بهتر است که با اون موادی که در اونجا دسترس است، با اون امکاناتی که در اونجا دسترس است سر و کار کنند و از همین خلقهای خفته تاسیس داده آنها رو برای عملیات خود استفاده برند. و یک ویژگی دیگر از خلقهای خفته صرف نظر از نام خفته هستند، یک خلقه های دائم عمل کننده نیستند. آنها زود تاسیس می‌یابد و زود استفاده می‌شود، چون در مدت طولانی نگاه داشتن آن ریسک های زیادی دارد از لحاظ امنیتی، از لحاظ روانی، چون اون افراد میتوانند اول که از لحاظ نیروی امنیتی اون کشورها بازداشت شوند یا اینکه برعکس وقتی یک افراطی خصوصا افراطی سطح پست زود استفاده نشد اون میتواند یا از اندیشه گردد یا برعکس نسبت به مثلا اون سازمان‌های خود سوال‌های پیدا کرد که چرا ما در جهاد نمی‌بریم. از این رو میگم که این خلقه ها بسیار خلقه هستند که به مثل فست فود زود آماده میشد و زود استفاده میشوند. ترکیبی همین کسایی که جذب و جلب میشن چگونه است؟ آیا مثلا بیشتر ایده ها بود که مثلا آدمای کم سواد و تحصیل ندیده و کم خوانده و این چیزا، ولی ما دیدیم که حتی نامزدهای علم و آدمای تحصیل دیده و اینا جذب میشن. آدمایی که مثلا وضع اقتصادی حتی از تاجیکستان ما میگن آدم در این سازمان تروریستی مثل همه سازمان ها و همه جامعه ها قشرهای گوناگون وجود دارند. یعنی کسایی هستند که تصمیم گیرنده هستند، کسانی هستند که وظیفه های بلند در مدیریت دارند یا چی، و کسانی هستند که مثلا اعضای قطاری. و البته
این شیوه جلب این گروه ها، این قشرها، شیوه عامل های تکان دهنده آنها و عموما شیوه کاربرد و استفاده آنها فرق دارد و عامل ها هم گوناگون هستند. در تاجیکستان مثلا ما دیدیم یک مقدار دانشجویان حتی خیلی موفق، مثلا حتی از کسانی که مثلا طب می‌آموختن و ما می‌دونیم که مثلا بچه‌هایی که طب تحصیل می‌کردن حتما بچه‌های بی‌سواد نیستن، یا مثلا از کسانی هستن که در دانشگاه خارجی تحصیل می‌کردن و تا اندازه موفق بودن، اونها هم جلب شدند و امروز سازمان‌های تروریستی به دو نمودی به اصطلاح اعضا نیاز دارند. یکی اعضای سطح بلند تحصیل کرده و مثلا صاحبای یگان دانش و ملکه ها و ظرفیت ها هستند، مثلا مثلا کسانی که هستند انجینرهای بخش شیمی هستند، خیمی هستند، یا اینکه مثلا انجینر برای چیزای ترکش‌ها، یا انجینرهای بخش مثلا بگیم که برق هستند، یا اونها لازم هستند، یا حتی یا کسانی که متخصصان بخش آی تی برای تبلیغات و از این چیزها، و حتی مسئولان و حتی مثلا کارشناسان بخش مالیه لازم هستند که برای جلب مبلغ و انتقال اون. یعنی اینها سطح بلند هستند و اونها کمتر در عملیات انتحاری شرکت میکنند. ولی اون جنگیان و به اصطلاح نمیخوام استفاده پیش‌برگه کنم برای خاطر که اصطلاح تا اندازه خوب هست و نمیتونم رو معنای منفی کنم، ولی اون به اصطلاح فداییان یا قربانیان، اینها بله اون به اصطلاح کفش فدایی یا گوسفندای فدایی، اینها ارزش کم دارن، خیلی زود جلب میشوند و خیلی زود هم کشته میشوند. خب